چند تا نکته راجع به قرینه‌سازی لب که هیچ کس بهت نمیگه. ابتدا خطوط لب رو طراحی می‌کنیم که از پره بینی شروع میشه و همچنین از مرکز بینی. مطابق تصویر خطوط رو به هم دیگه وصل می‌کنیم. این کار رو حتما جلوی آینه انجام بدیم. دو طرف لب رو با رنگی که لب رو طراحی کردیم پر می‌کنیم. حالا قلممون رو تمیز می‌کنیم و حاشیه لب رو توی دل لب فید می‌کنیم. قلب لب رو با کمک یک کاموفلاژ روشن میکنیم و بعد قلممون رو تمیز میکنیم و روشنی رو توی کل لب فید میکنیم. بعد از این مرحله از یک سایه سفید کمک بگیر و قسمت وسطی لب رو روشنی بده. از یک قلم بلندر برای فید سایه قهوه‌ای روشن روی کل لب استفاده کن.